برای خودش میسازه، فرصت‌های طلایی برای خودش ایجاد میکنه، نه تنها برای خودش بلکه برای هم نوعان خودش. یک نفر وقتی موفق میشه، توفیق پیدا میکنه، 100 نفر از توفیق او توفیق پیدا میکنن. واقعا اینطوریه. یه نفر وقتی عالم میشه، دنیای از برکت توفیق علم او عالم میشه، آگاه میشن، بیدار میشن. انهم فتیة آمنوا بربهم و زدناهم هدی. یک نفر وقتی هدایت میشه، صدها هزار نفر از هدایت او هدایت میشن. این مقوله صحیحه دیگه. تاریخ هم حاکی این هست. گذشته و تاریخ رو اگر ورق بزنیم، انسانهای بزرگ اینطوری هست. حتی الان ما سیرت خیلی از صحابه و بزرگان و انبیا و علما و مخلصین میخونیم، متحول میشیم. خودشون از دنیا رفتن، اونقدر اونها مؤثرن تو زندگی و نقش دارن و نقش احیاگریشون و خیرخواهیشون بعد از مرگشون هم چه منقطع نمیشه. سبحان الله. تو الان داستان هر کدوم از علما و شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام که به رحمت خدا رفتن، سیرت صحابه، سیرت خلفای راشدین، سیرت مجتهدین بزرگ، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم. سیرت این بزرگان بخون، نگاه کن، متحول میشه یا نمیشه؟ سبحان الله. خودشون کجان؟ پس انسان مؤمن و مسلمان با برنامه، خدوم، هدایت یافته، موفق، منقطع نمیشه هیچ موقع. پس خودمون رو موندگار بکنیم که بعد از رفتن از این دنیا، سازندگی ما نسبت به جامعه انسانی و اسلامی همیشه ایفای نقش بکنه، همیشه حضور داشته باشه. مرد نمیتونه انسان از صحنه خارج بکنه. اگر کرده بود الان نام بلال برده میشه، از انسان متحول میشه. سبحان الله. نام سلمان برده میشه، میگیم رضی الله عنه، احساس خوبی به دست میده. پس مرگ نمیتونه انسان از صحنه خارج بکنه. ولی وقتی که عمر برکت نداره، سبحان الله، اگه به جای 24 ساعت 48 ساعت هم بود، 100 ساعت هم بود شبانه روز، بازم برکت نداشت. طلوع میکرد، وقت خبرت میشد که غروب داره میکنه، هیچ کاری هم نکردی. دیشب گفتیم که انسان 3 تا بعد داره. 1 بعد فکریشه، 2 بعد جسمیشه، 3 بعد روحی و روانیشه. گفتیم بعد فکری انسان نیاز به تغذیه داره. فکر انسان، تفکر خودش فکر انسانو توسعه میده، رشد میده، تغذیه میکنه. 2 عامل مهم برای تفکر، یکی شنوایی است و یکی بینایی است. نگاه خوب، نگاه عمیق، نگاه هدفمندانه، نگاه خوب، اینها همش چه نقش داره تو پرورش استعداد انسان. آرام آرام. بچه‌های خوب، بچه‌های خوب اینجا خب بفرمایید. متشکرم. پس اینا همه نقش داره. گفتیم میدان تفکر 2 تاست، یکی انفسه و یکی آفاقه. دومین عامل تغذیه فکر انسان مطالعه مفید و خوبه، کتاب‌های خوب. و بهترین مطالعه گفتیم مطالعه قرآنه.